خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر داد که روزهای ششم و هفتم می سال 2022 کارمندان سفارت این کشور در دوشنبه شهروندان قرقیز را که در زندانهای تاجیکستان هدای حکم میکنند عیادت کردند. بنابراین منبع دیپلمات‌ها با 4 محبوس قرقیز در محبس رقم 1 در شهر وحدت، محبس رقم 4 در شهر دوشنبه و محبس رقم 6 در نویه یوون واخوردند. بنا به اطلاع وزارت، دیپلمات‌ها با شرایط نگهداری محبوسان قرقیز شنو شده به آنها درباره جریان حمایت حقوق منفعت‌هایشان معلومات دادند. همچنین در رفت بازدید از این مؤسسه ها در همکاری با مقامات ضددخل تاجیکستان برای محبوسان قرقیز با خویشاوندانشان در قرقیزستان صحبت‌های ویدیویی تشکیل کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه وزارت خارجه قرقیزستان آمار دقیق درباره شماره شهروندان قرقیز در تاجیکستان زندان شده در دست نیست. این هم روشن نیست که آیا چند شهروند تاجیکستان در زندانهای قرقیزستان ادای حکم میکنند. در سالهای آخر در پس منظر مناقشه‌های خونین مرزی که تنها در یک سال آخر از هر دو طرف حدود 60 کشته و نزدیک 270 زخمی به جا گذاشت، روابط دوشنبه و بشکک خیلی بد شد. بد شدن مناسبت‌ها افزایش موردهای بازداشت شهروندان این دو کشور را با اتهام سرچکنی و قاچاق و حتی جاسوسی در پی داشت. همین طور مقامات دو کشور دهها نفر را با اتهام اشتراک در مناقشه‌های خونین مرزی تحت جستجو قرار دادند. رئیس دادگاه ولایت سوق بختیار عاقل‌زاده ماه فوریه سال 2022 در نشست خبریش گفت در سال 2021 در تاجیکستان 39 شهروند قرقیزستان را با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر و محکوم به زندان کردند، ولی تا کنون به گفته عاقل‌زاده یگان نفر برای اشتراک در مناقشه‌های مرزی دستگیر و به جاگیری کشیده نشده است. ماه نوامبر سال 2021 مقامات تاجیکستان 3 قرقیز متهم به مرز شکنی را آزاد کرده وعده داد که با 3 دیگر را رها خواهد کرد. قرقیزستان نیز آن وقت 2 شهروند تاجیک متهم به سرشکنی را آزاد کرده بود. فعلا دقیق نیست که باز چند شهروند تاجیکستان در زندانهای قرقیزستان باقی ماندند.